سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم ششم ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پوتین 36 ساعت آتش بس اعلام کرد. اوکراین گفت این یک فریب است. گروه 24 گفت سامانه‌هایش هدف حمله خاکری قرار گرفتند. دوشنبه دست داشتن تاجیکان را در اعتراضات قزاقستان رد کرد. کاتب سود غفوروف عزیزه حیدرova برای چه 10 سال حکم گرفت. شرح داستانی کل. درگذشت فیروزجان فرزند کلانی آوازخوان شناخته حیاتای مومنووا. هشدار، از 7 تا 12 ینور هوا در تاجیکستان سرد و پربارش می شود. تاجیکستان را زمین لرزه سخت قریب 6 بالی تکان داد. و اکنون تفصیلات خبرها. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 5 ینور سال 2023 فرمان صادر کرد که از ساعت 12:00 روز 6 ینور سال 2023 تا ساعت 00:00 دقیقه 7 ینور سال 2023 برای 36 ساعت و 1.5 شبانه روز در همه جبهه‌های جنگ با اوکراین آتش بس یک جانبه اعلام کرده شود و این تصمیم خود را به مناسبت مولود عیسی مسیح که پیروان کلیسای پراوسلاوی روزهای 6 و 7 ینور جشن میگیرند ربط داد. ولادیمیر پوتین گفت باید جانب اوکراین هم این آتش بس را رعایت کند، اما در جواب پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی این اقدام پوتین را رد نموده افزود که پوتین میخواهد مولود عیسی مسیح را همچون ابزار جنگ برای محافظت عسکرانش استفاده کند تا پیشروی خشونت‌های ما را در جبهه‌های مقاومت باز دارد و نظامی‌های خود را در یک شرایط بی‌خطر به سنگرهای نو جابجا کند. به همه معلوم است که او مولود عیسی مسیح را سپر کرده تکنیک‌های جنگی و توپخانه‌های خود را به موقع‌های ما نزدیک نموده با قوه نو استیلاگری خود را ادامه خواهد داد. این در حالی است که یک روز پیش از این فرمان پوتین 4 ینور سال 2023 رسانه‌های ترکی از گفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با پوتین خبر داده بودند که سانحه 5 ینور نیز تا اعلان آتش بس پوتین سامانه انادولو در یک گزارش خود جریان گفتگوی پوتین و اردوغان را به توضیح شرح داده نوشته بود که رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان از پوتین خواست تا آتش بس یک جانبه اعلام کند. رسانه‌های نزدیک به کرمل نیز کمی دیرتر از جریان گفتگوی پوتین و اردوغان خبر داده نوشتند که ضمن صحبت با رهبران کشورهای از آتش بس و آغاز کردن روند صلح بحث کردند. در همین حال سخنگوی پوتین دمیتری پسکوف میگوید که این اقدام پس از پیشنهاد پاتریارخ کریل گرفته شد، ولی میخائیل پادالیاک مشاور دستگاه پرزیدنت اوکراین نوشت که این یک عمل تبلیغاتی پوتین است تا خود را یک شخص دیندار و انسان دوست نشان دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز این تشبوس پوتین را شوبناک و مغمبرانه دانست. بایدن افزود که من به هر رفتار و گفتار پوتین بهانه میدیم، اما این عملش برای من خیلی عجیب و حیرت آور است. پوتین که تا امروز بیمارستان و کودکستان و مسجد را حتی در شب سال نو بمباران کرد به خاک یکسو نمود، اکنون میخواهد با این عملش انسان دوستی و دینداریش را نشان دهد. من فکر میکنم او میخواهد در این فاصله آتش بس یک نفسش را راست کند و به اشغالگری دوام دهد. باید یادآور شد که از زمان حمله مسلحانه روسیه به خاک اوکراین، یعنی از سانحه 24 فوریه سال 2022 تا امروز قریب نزدیک یک سال بارها رهبران جهان و حتی سردار کاتولیکای جهان پیشنهاد آتش بس و مذاکره را با پوتین کرده بودند، ولی مسکو کسی را نشنید. کارشناسان سوا از آن حرف میزنند که اردوغان خیلی بر پوتین نفوذ دارد و بارها به میانروی اردوغان اوکراین نائل شده بود که اسیران خود را از روسیه باز پس بگیرد و غله‌دانه خود را توسط بحر سیاه به فروش برآورد. در همین حال اوگنی پریگوژن نیز به زرخریدهای خود در عرفه مولود عیسی مسیح آزادی و بخشش هجه کرده است، چگونه که در یک ثبت ویدیویی دیده می شود. اساسگزار گروه شبکه واگنر اوگنی پریگوژن با سابق محبوسان و اکنون زرخریدان خود به قبل امر معروف کرده آنها را به زندگی راست هدایت می کند. کانال های نزدیک به واگنر از خبرگزاری رسمی ریا نووستی خبر میدهند که 20 تن از جنگجویان این گروه پس از اشتراک در جنگ‌های اوکراین
و به اتمام رسیدن مهلت شرط نامه‌شان عفو گردیدند. شرکت واگنر به یوگنی پریگوژن معروف به لقب آشپز پوتین یک نفر نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تعلق دارد. حرکت سیاسی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 روز 5 ینور سال 2023 با نشر یک اظهارات خبر داد که سامانه رسمی این حرکت اپوزیسیونی و کانالش در یوتیوب مورد حمله خاکرو قرار گرفته است. گروه 24 گفت الکی به رفع اثرات این حمله پرداخته است و کانالش در یوتیوب پورا برقرار گردیده خوانندگان اولا می توانند به سامانه گروه 24 نیز وارد شوند، ولی امکان گذاشتن مواد جدید در سامانه گروه 24 هنوز امکان پذیر نیست. این حرکت اپوزیسیونی گفت متخصصانش در حال حاضر برای برقرارسازی فعالیت سامانه کار کرده ایستادند. گروه 24 در اظهاراتش گفت خوب میداند که در پس این حمله ها کی ایستاده است. این حرکت در این باره تفصیلات دیگر نداد، ولی طرفدارانش را اطمینان داد که صرف نظر از هر نوع مانع و تهدید به مبارزه به ضد حکومت امام علی رحمان ادامه خواهند داد. عبیدالله سعیدی سخنگوی گروه 24 روز 6 ینور در صحبت به پایگاه خبری بامداد هدف حمله خاکری قرار گرفتن پایگاه‌های مطبوعاتی این حرکت اپوزیسیونی را تصدیق کرده و گفت از ماه دکامبر سال گذشته به تمام رسانه‌های حرکت حمله صورت گرفت که در نتیجه به سامانه یوتیوبی گروه 24 کانال حق و باطل و سامانه رسمی حرکت ویروس‌های گوناگون وارد گردید. در فرصت کوتاه تیم تکنیکی حرکت توانست مشکلات سامانه‌های حرکت در یوتیوب را حل کند و دوباره به کار آغاز کرد، اما سامانه رسمی حرکت تا حال کاملا به کار خود آغاز نکرده است و امیدواریم که در کوتاه‌ترین فرصت این مشکلی را نیز اصلاح خواهیم کرد. گروه 24 از جانب صاحبکار عمرعلی قوتوف سال 2012 در پی فرار او از تاجیکستان تشکیل شده است. قوتوف شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای پرزیدنت تاجیکستان را به غصب تجارت‌هایش در تاجیکستان از جمله به غصب شرکت‌های تاجران و فراز ایبدار می‌کرد. اساسگزار گروه 24 عمرعلی قوتوف ماه مارت سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. بعد این شمار زیادی از اعضا و طرفداران گروه 24 بازداشت و محکوم به زندان شدند و قسم دیگر به کشورهای اروپا پناه آوردند. حالا این سازمان اپوزیسیونی اساساً در اروپا عمل می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دست داشتن شهروندان کشور را در اعتراضهای ماه ینور سال 2022 در قزاقستان را رد کرد. داستانی کل قزاقستان روز 5 ینور امسال گفت در بی‌ترتیبی‌های ماه ینور سال گذشته در این کشور که باعث به خونریزی شد خارجی‌ها از جمله از تاجیکستان اشتراک داشتند. نمایندگان دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 6 ینور به رادیوی آزادی نوشتند در آشوب‌های عمومی ماه ینور سال 2022 در قزاقستان شهروندان تاجیکستان شرکت نداشتند. جانب تاجیکستان درباره اشتراک شهروندان در واقعه‌های سال گذشته از راه‌های رسمی از قزاقستان معلومات نگرفته است. آمده است در پاسخ وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. در وزارت کارهای خارجه همچنین گفتند بعد از نشر خبرات در این باره سفارت تاجیکستان به نهادهای دخلدار قزاقستان مراجعت کرد و این دلیل‌ها تصدیق خود را نیافت. بیریک اسیلوف داستانی کل قزاقستان روز 5 ینور در پارلمان کشور گفت شهروندان خارجی به اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی و جنایت‌های دیگر گمانبر دانسته می‌شوند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان هستند. مقامات قرقیزستان به این اظهارات اسیلوف واکنش کرده دست داشتن شهروندان خود را در اعتراضات قزاقستان رد کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان گفت بعضی از شهروندان این کشور به دلیل وضعیتی که از آنها وابسته نمیباشد در مرکز حادثه‌های ینور قزاقستان قرار گرفتند. دادستانی کل قزاقستان درباره دست داشتن شهروندان خارجی در اعتراضها جزئیات بیشتر نداد. دادستانی کل تاجیکستان روز 6 ینور سال 2023 با نشر یک اطلاعیه به 10 سال زندان محکوم شدن عزیزه حیدرova و سابق کاتب سود نویه باباجان غفوروف را رسما تصدیق کرد، ولی گفت معلومات در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پخش گردیده در خصوص گویا آغاز تفتیش گردیدن پرونده جنایتی نسبت به حیدرova
برای تاثیر رسانیدن به سید احمدزاده صورت گرفته باشد اصل واقعی ندارد. مرکز مطبوعات داستانی کل گفت جنایت‌های صادر نموده حیدر و به پرونده جنایتی و لحظه‌های عیب اعلام گردیده نسبت سابق سودیای سود نویای باباجان غفورов سید احمدزاده یگان علاقمندی ندارد. در گزارش رادیوی آزادی که روز 4 ژانویه نشر شد با استناد به یک صحبت قبلی برنو حیدر و مادر عزیزه حیدرova گفته میشد که فرزند او منزل باسی را با مبلغ 3 سال پیش در روسیه کار کرده او خریده است. آزادی همچنین با نقل قول از صحبت قبلی عزیزه حیدرova نوشته بود که مفتشان میخواهند دختر او را به ضد سابق سودیای سود نویای باباجان غفورov رستم سید احمدزاده که او هم چند ماه باز در حبس قرار دارد استفاده برند و بحث خانه تنها یک بهانه می باشد. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان این ادعای مادر عزیزه حیدرova را به اساس نامیده نوشته است. در اصل با حکم سود نویای کوهستان مشچو از 16 دکبر سال 2022 سابق کاتب سود نویای باباجان غفورov حیدرova برای صادر نمودن جنایت‌های از آن خودکنی مال و ملک غیر قلابی و سختکاری دلیل‌های پرونده گرجدانی گناهکار دانسته شده با در نظر داشت تلافی نکردن مبلغ ضرر رسانیده شده وزنی جنایت‌های صادر شده خف جمعیتی آنها شخصیت سودشونده حالت‌های سبک کننده و وزن کننده از روی مجموع جنایت‌ها به جزای محروم ساختن اساس‌هادی به مهلت 10 سال محکوم کرده شده است. بنا به گزارش دادستانی در مرافعه سعودی حالت از جانب حیدرova برای از آن خودکنی تصرف نمودن منزل استقامتی شهروند حیدرova در شهر خوجند و برای قلابی از خود نمودن مبلغ‌های شهروند محمودی به پورگی اثبات گردیده سود در این اساس نسبتش حکم عیبدار کننده قبول نموده است. عزیزه حیدرova کاتب رستم سید احمدزاده دادرس دادگاه نویای باباجان غفورov روز 2 ایون سال 2022 با گمان قلابی دستگیر شد. دیرتر مفتشان اسرافکاری و سختکاری دلیل‌ها را به پروندهش اضافه کردند. رستم سید احمدزاده روز 29 ایون سال 2022 دستگیر شده به دادن خبر دروغ و برآمدن از حد وکالت‌های منصبی گمان بر می‌شود. 2 سال پیش پس از آنکه یک ساکن ولایت سوغد را در محکمه بیگناه اعلام کرد در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال آخر بیش از 30 دادرس با جرم پورخوری یا به اصطلاح رسمی برای کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم کردند. تنها در 2 ماه آخر در تاجیکستان دست کم 3 دادرس را از 2 تا 5 سال از آزادی محروم کردند. فیروزجان فرزند کلانی آوازخوان شناخته تاجیک هنرمند مردمی تاجیکستان حیات‌های مومنova صبح جمعه 6 ژانویه سال 2023 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش فیروزجان تقریبا 2 سال آخر از بیماری قلب رنج می‌برد. درباره درگذشت فرزند حیات‌های مومنova خبرنگار و شاعر تاجیک آرزو ایسایف در فیسبوک خبر داد. درگذشت فرزند حیات‌های مومنova در حالی است که همگی 2 هفته پیش این آوازخوان محبوب ترانه‌های مردمی و استاد دانشکده فرهنگ و هنر تاجیکستان به سن مبارک 60 رسیده بود. حیات‌های مومنova 24 دکبر سال 1962 در یگر حال ترسونزاده به دنیا آمده در مکتب موسیقی رباب نوازی و آوازخوانی را آموخت و بعد اجرای ترانه بخت جاویدان در آزمون جمهوریوی بوستان دو همچون آوازخوان جوان آینده‌دار نام برآورد. در پایان سالهای 80 وقتی که استاد ظفر ناظم حیات‌های مومنova را به انسامبل نفتشکیل فولکلوری و اتنوگرافی گنجینه دعوت کرد، او علاقه در وادی ایثار یک آوازخوان شناخته و مطرح بود که با خواندن ترانه‌های مردمی در دل مردم جای خود را پیدا کرده بود. اهل اداره پایگاه خبری بامداد با آوازخوان محبوب حیات‌های مومنova در گذشت فرزندش را اظهار تسلیت گفته برای مرحوم از درگاه خداوند رحمت و مغفرت و برای اپای حیات‌های و پیوندانش صبر جمیل می‌طلبد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی خبر می‌دهد که از 7 تا 12 ژانویه سال روان در قلمرو تاجیکستان هوا سرد و سیربارش می‌شود. بنا به پیشبینی هواشناسان در این روزها
هوا به خصوص شبانه در قیاس به روزهای دیگر سرد خواهد شد. در وادی‌ها برف تر می‌بارد. در کوه‌ها و بلندکوه‌ها از شدت بارش برف به حرکت ماشین‌ها خطر بیشتر می‌شود. بنا به معلومات هواشناسان در اکثر ناحیه‌های بلندکوه شمال سخت پیش بینی می‌شود. در منطقه‌های از این نواحی برف شدت می‌بارد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواهش می‌کند در چنین روزهای سرد و پربارش لباس گرم پوشند و پیش از هر وقت دیگر به کودکان و کلانسالان دقت خاص دهند. سرما می‌تواند باعث سرایت به بیماری شود. در همین ارتباط کمیته از ساکنان و مهمانان کشور خواهش می‌کند در این گونه روزها هنگام استفاده از اسباب‌های برقی قاعده‌های بی‌خطری سوختار را جداً رعایت کنند. نیروی برق را صرف نمایند. هنگام حرکت در راه‌ها قاعده‌های بی‌خطری را نیز رعایت کنند. در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت لخش، دوشنبه سنگوار، دوشنبه شمس‌الدین شاهین درواز خاروق، اشکاشم خاروق مرغاب لغزش در ماه به وجود آمدن برف توده در راه‌ها پیش بینی می‌شود. سردی هوا باعث یخبندی در راه‌های ماشین گرد می‌شود. ریزش سنگ هم در راه‌ها احتمال دارد. شام 5 ینور سال 2023 ساعت 19:25 به وقت تاجیکستان در قلمرو این کشور یک زمین لرزه سنگین رخ داده است. بنا به اطلاع مرکزهای بین المللی زلزله نگاری، مرکز این آفت طبیعی در قلمرو ولایت بدخشان در 40 کیلومتری جنوب و غربی مرکز ولسوالی جایگیر شده. اقتدار زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 5.9 بالر تشکیل داده است. بنا به ارزیابی این مرکز زلزله نگاری، زمین در عمق 193 کیلومتر چنین سخت لرزیده است. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان شام 5 ینور با تکیه به معلومات پژوهشگاه گیولوژیا و سیسمولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان ساعت 19:25 به وقت محلی در حدود جمهوری تاجیکستان ثبت شدن این زمین لرزه در قلمرو افغانستان در 256 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه جایگیر شدن مرکز این آفت را تصدیق کرد، ولی گفت قوه زلزله در مرکز آن 5 بال و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت بر اثر این زمین لرزه خسارات و تلفات جانی به قید گرفته نشده است. این در حالی است که ده‌ها نفر از ساکنان تاجیکستان شام 5 ینور در شبکه‌های اجتماعی از خیلی سخت لرزیدن زمین در دوشنبه، ایسار، کولا، باختر و دیگر گوشه‌های جمهوری خبر دادند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می‌شوند. یادآور می‌شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت در شرق تاجیکستان 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد اکثرا کودکان به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند. 5 ینور سال 2023 در ناحیه مشچوی ولایت سوخت چایخانه به کام آتش رفت که نوار آن به شبکه‌های اجتماعی روی یافته مورد توجه قرار گرفت. طوری از خدمات آتش نشانی ناحیه مشچو بعضی پلیس اطلاع دادند سوختار تقریبا ساعت 15:00 در چایخانه جماعت دیهات مشچو سر زده. مساحت آن 60 متر مربع را فرا گرفته است. نعمت ایدیزاده سردار خدمات دولتی آتش نشانی ناحیه مشچو گفت که این چایخانه از سالهای شوروی بیکار خوابیده بوده، فعالیت نمیکرد و از سبب آن که با چوب بنیاد یافته بود علنگه آتش زود مساحت زیاد را احاطه کرده است. حالا تحقیقات ادامه دارد و سبب و عامل‌های سوختار معاین کرده می شود. نعمت ایدیزاده گفت به مورد است که تنها در ماه دکامبر سال گذشته در ولایت سوخت 10 حادثه سوختار به قید گرفته شد. 5 ینور سال 2023 راننده اتومبیل تمغه اوپل زفیره احمدجانوف امیرجان سال تولدش 1998 ساکن شهر کونه‌بادام هنگام حرکت از سمت شهر مذکور به سمت شهر خوجند در راه ماشینگرد کونه‌بادام دیمای از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به کنار چپ راه اتومبیل را چپ نموده است. در نتیجه مسافر داخل اتومبیل زوکر و منظوره سال تولدش 2003 ساکن شهر اسفره دانشجوی سال سیوم کالج طبی شهر کونه‌بادام جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام دسترس نمودن به بیمارخانه در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرافشان با عریضه زن 40 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که
21 دکامبر سال 2022 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده. از آنجا یک عدد تلفن موبیل تمغه آیفون 7 $100 امریکایی 890 سامانی و سر و لباس گوناگون زنانه و مردانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدن. ضرر رسانیده شده 4820 سامانی را تشکیل می‌دهد. همچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرافشان عریضه مرد 57 ساله ساکن همین شهر وارد گردید که 31 دکامبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده. از آنجا 2500 سامانی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 60000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 21 ساله ساکن شهر استرافشان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت‌های دزدی در بالا ذکر شده دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کادش جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.